دلشاد رحم انصاف کن رحمی منانه رحم خواهر مظلوم تخره. خوب دوستان عزیز با دقت مادر گوش کنه ویدیو را تماشا کنه با خواهش بچه عمه‌شو با خیش سوار شو ما روی مادر مخم نکردیم ما مخمش کردنی بدم ویدیو را با دقت گوش کنه ان شاء الله با همش میفهمونم. السلام علیکم. مادر دلشاد من روز 16 آگوست بچه ما گم کرد. مردی مسلمان یاردم کنه بچه ما یوه من قطعی پدرش توق یا فرزندی مظلوم دارم تمام یک پسر توقع دارم التماس یاردم کنه کجای دیده دلشاد یا این روی کنه دلشاد رحم انصاف کن رحمی منانه رحم خواهر مظلوم تخره. دلشاد کجایده باشه برگردی و دلت برای پدرت نمیسوزه. خواهری مظلوم تو با کی ماندی رفتی فکری خواهرت نکردی. برادر اهل اسلام کجایده بچه من ده برگردونه. دلش برای خواهری مظلوم میسوزه. خوب دوستان سلام علیکم. خدا نگهدار تو رحمت خدا برای همه دستگیری تو که ما چقدر مردم ها یافته شدیم کمک میکنه. چی بگم حالی گپ زدنم ندارم با این حالی که مادر دیدم. این بچه در صورت میبینه دیده ساده این برادر ما دلشاد نام داره 21 ساله از طرف وحدت های دشت جوش گفتن چی گفتم راستش فراموش کردم. حال مادر دیدم خیلی حالم مقصد بد شد. دلشاد برادر عزیز میدونم که بچه یاش هستی بیزن هستی شاید یاشی کنی در دنیا هیچ کس به خطا نمیشه بجز پروردگار. خدا کلی گناه های ما رو عفو بسازه. برادر عزیز خواهش میکنم هم ویدیو را پهن کنی به طرف دلشاد. من شما را گفتنیم که مادر دیدی حالش من والله قسم مادر شما را ماندنی نبودم در اکران بچه عمد به خالت بود وقتی بچه هسته قطیم صحبت کرد رقم را پرتو ویدیو مادرتون پرتو گو بمون تو مادرش ببینه جگرش بسوزه برای مادرش بیا. من مادر ندارم والله قسم دی نمیشم وقتی میبینم همین حالا هر یه ویدیو بد اخلاقی که میپرتوین چیکار میکنه اکبمون نمیمونم به خاطر مادر. یگان کس اتویت شپک نمیکنه به خاطر مادر که یک کس مادر را دشنام نکنه. قدر مادر را بدونیم کسی مادر نداره بعد به قدر مادر میرسه. دلشاد جان میدونم این بچهای عزیز این دلشاده که دیده ساده اکران روز دوشنبه اینمی روز 12 امی ماه آگوست اویلی که آخرون بار میگیره میگه که من یک 10 روز دم بته خیر میگن چیکار کرده بچهای سنگ پترزبورگ کار میکردن میپرسیدنش گفته نه خیر مونده شده که خیر با هم تگردیان های استراحت دادیان اویلی که گرفته با خونش رو صحبت کرده گفته با این نمبر دیگه زنگ نزنی بعد همه نمبر کشتگی به درک شده. خواهش میکنم ویدیو را پهن کنی برادری که کارای بعدم پهن میکنی انا فلانی خبیدم فلانی تکرن ای تکردن بلاگر را در نظر دارم بگیری هم ثواب شده سکنه به خاطر خدا. حال مادر دیدم خیلی از زشتم والله قسم این مادر ما و شما است هر کس خچه در جای همی بمونه. با هم خاطر دوستان عزیز ویدیو را پهن کنی هم بچه را در جای ده به همین رقم زنگ بزنی. دلشاد جان التماس بسنی مادر پدرت بر بگرد. این دلشاد جان 4 اپا داره خودش یه بچه 3 اپاش برادر دیوال خودش الحمدلله شوهر دارن. این خواهرش گاو زدن نمیتونه بلاوزی کوچکی خودمون گنگ هسته. دیده حالی خواهر حالی مقصد مادر والله قسم دلشاد بر بگرد. من ویدیو را اودرین میکنم پروردگار تو پیدا بشه التماس ویدیو را پهن کنی بچه‌ها دیگه حالی گاو زدنی ندارم به خدا. این ویدیو را دین پرتفته بدن راست چناو تماشاش کردم خیلی ازیق شدم.
خدا نگهدار تو. از شما فقط دستگیری میخوام ویدیو را پاک کنید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.